هر موقع میخوای چیزی یاد بگیری یه الفبایی داره که برات خیلی مهمه. وارد بازارهای مالی هم که شدی، الفبای اون کندل استیک ها یا شمع ها هستن. چرا اسمشو گذاشتن شمع؟ چون ساختار شبیه به یک شمعه، یه بدنه و فتیله‌ای که در درون خودش داره. به این بدنه توی انگلیسی میگن بادی و به این سایه میگن شادو. اسم دیگه هم براش گذاشتن تحت عنوان فتیله که به انگلیسی به ویک هم معروف هستش. آیا همیشه به همین مدلی هست که ما میبینیم؟ قطع به یقین خیر. نوعای خیلی مختلفی میتونه داشته باشه. آیا قرار همه نوعا رو حفظ بکنیم؟ قطع به یقین خیر. یک سری از مدل کندل هایی هستن که برای من و تو ارزنده هستن. توی آموزش های بعدی برات مطرحش میکنم. اینجا فقط تو قراره یک بگران، یک دانش کلی از این کندل استیک ها داشته باشی که ذهنیت خودتو در مورد اونها بسازی. خب ما همونطور که گفتیم شبیه به یک شمع هست. بدنه‌ای داره که در درون خودش فتیله‌ای هست که ما بهش میگیم سایه. پس از این بعد از من واژه کندل و یا چیا میشنوین؟ سایه. پس این کندل ما هستش کلن، بدنش و سایش که به شادو معروفه. حالا چرا سبزه؟ چرا قرمزه؟ خیلی مشخصه. زمانی که بازار در حال حرکت هستش، اگر اون چیزی که تو در حال بررسیش هستی ارزشش اضافه بشه، یعنی اینجا مثلا 1000 بوده بره به سمت 2000، یعنی ارزشش افزوده شده. پس چی میشه؟ رنگ این کندل سبز میشه چون داره به سمت بالا حرکت میکنه. ولی اگر اون چیزی که داری بررسی میکنی ارزشش کاسته بشه، یعنی از 2000 بیاد به سمت 1000، ارزشش کاسته شده، پس رنگ اون کندل قرمز میشه. خیلی راحت، ساده و مشخص. حالا این شادو چیه؟ این سایه‌ای که از دو طرف شکل گرفته چیه؟ یه نکته رو همینجا تو پرانتز برات باز بکنم. کندل ها در مارکت 100% بدنه رو دارن، حتی اگر به صورت یک خط باشه. یک خط و یه شادو، مثل یک به علاوه. 100% بدنه رو داره، ولی شادو رو میتونه نداشته باشه. میتونه شادویی نداشته باشه. پس این فاکتور مهمه که بدنه ما همیشه حضورش هست، ولی سایه یا همون شادو میتونه نباشه. حالا منظور از شادو چیه؟ مثال میزنم. شما یک مثلا جفت ارزی رو داری بررسی میکنی، مثلا داری روی یورو یو اس دی کار میکنی یا دلار رو داری کار میکنی، روی عدد 1000. بچه این مثال، روی عدد 1000 باز میشه اون کندل که بهش میگیم اوپن پرایس و این قیمت توی این کندل رو بخوام بررسی بکنم، چندین مدل میتونه براش اتفاق بیفته. میتونه از 1000 رفته باشه، مثلا ما بگیم اینجا 2000، اینجا 2500، مثال میزنم، و اینجا 500. خب میتونه کندل از 1000 باز شده باشه، به سمت 2500 رفته باشه، ریخته باشه به سمت 500 و الان اومده روی 2000 بسته شده باشه. پس الان یه چیز فهمیدیم. گفتیم وقتی کندل سبز میشه یعنی از یک جای قیمت اوپن شده، باز شده و در یک جایی بسته شده که اون جایی که بسته شده ارزشش از اون قیمت اوپنش بیشتر بوده. 1000 باز شده، 1200 بسته شده، 1010 بسته شده. همون داره میگه آقا من ارزشم بسته به اینقدر حرکتی که داشتم اضافه شده. حالا میتونه اینجا ما گفتیم از 1000 رفته به اون سمت، میتونه 1000 باز شده باشه، اومده باشه 500 رو دیده باشه، رفته باشه 2500 رو دیده باشه و حالا روی 2000 بسته بشه و هزاران مدل حرکتی دیگه. پس یک نکته من همین ابتدای کار برای تو بازش کنم که یادش بگیر. یکی از رازهای موفقیت در مارکت، هر زمان خواستی کندلی رو قضاوت کنی که مبنای تصمیم گیریت بشه، اون کندل باید بسته بشه.
چه اون کندل در تایم 1 دقیقه باشه چه در تایم فریم 1 ماهه باشه. در هر حالت اگر تو میخوای اون کندل رو قضاوت بکنی باید بذاری اون کندل بسته بشه. از کندلی که مدام در حال حرکت هستش تو نمیتونی بررسی خودتو داشته باشی. پس چی شد؟ اینجا قیمت روی 1000 باز شد، اوپن پرایس ما 1000 بود، کلوز پرایس ما روی 2000 بود. قیمت یک حرکت های نافرجامی به سمت 2500 و 500 داشته، حالا به هر نحوی. از 1000 ریخته 500 رفته 2500 اومده 2000 بسته شده، از 1000 رفته 2500 اومده رو 500 بعد رفته رو 2000 بسته شده و هزاران مدل دیگه ای. این سایه ها نشون دهنده چیه؟ این که قیمت یک تلاش نافرجام داشته، به سمتی رفته ولی نتونسته اونجا تثبیت بکنه و خودشو ثابت نگه داره. ولی اینجا میفهمیم چی؟ قیمت 1000 باز شده روی 2000 بسته شده، پس روی 2000 تثبیت خودش رو انجام داده. در این حالت که قرمز مشاهده میکنیم قیمت روی 2000 باز شده، میتونه رفته تا 2500 ریخته تا 500 برگشته روی 1000 بسته شده، ولی در هر حال چون ارزشش کاسته شده از 2000 روی 1000 بسته شده، رنگ این رنگ این کندل قرمز شده. خب رنگ این کندل قرمز شده. پس برای همین میشه که این میشه برای من فاکتور مهمی که قیمت آیا ارزشش اضافه شده یا کاسته شده. و دوم، اون شادویی اگر شکل گرفته تا چقدر پیشروی داشته. میتونه یک همچین کندلی ما داشته باشیم که یک ریزش قوی مثلا داشتیم، یک بدنه کوچیکی ساخته باشه و بعد دوباره یک ریزش کوچیکی هم این زیر، یعنی یک شادوی این فرمی داشتیم. این به من چیه نشون میده؟ قرمز هستش. اوکی؟ قرمز هستش این کندل. یعنی چی؟ یعنی این که آقا قیمت اینجا مثلا عدد 1000 بوده، باز شده تا 2500 رفته. ببین چه تلاش قوی انجام داده. از 2500 شدیداً ریخته تا 500 و الان روی 800 بسته شده. روی 800 حالا اگه شد یه 8 خوشگل روی 700 بسته شده. یعنی چی؟ یعنی این که آقا رو 1000 باز شده، ارزشش تا 2500 رفته ولی پرقدرت ریخته. پس نشون دهنده اینه که آقا فشار ریزشی زیاده که تونسته این کندل رو به این فرم ببنده و همچین شادو یا سایه‌ای در بالای خودش داشته باشه. این فرم کندل به من میفهمونه که بازار فشار فروش زیادی داره، پس احتیاط کن. ولی آیا همیشه 100% به همین معنیه؟ نه. نکته مهم بعدی که بهت گفتم اینه که حواست باید باشه. این شادوها برخی از مواقع فقط به عنوان یک جاده بازکن هستن. یعنی میتونه بالای سر خودش رو خالی بکنه که در کندل های بعدی ما به سمت بالا حرکت کنیم. پس به هیچ عنوان عجولانه نباید تصمیم بگیری. این نکات رو در آینده بیشتر در موردش برات توضیح میدم. اگر واقعا ابتدای راه هستی و هیچ دانش کافی از این بازار نداری، اینجا خیلی درگیر این موضوع نشد، چون هنوز مبحث‌های ما خیلی طولانیه برای آموزش. پس چیزی که من یاد گرفتم، قیمت از 1000 باز شد تا 2500 رفت، ریخت تا 500 ولی برگشت روی 700 کلوز خودش رو انجام داد. ولی کندل در هر حال قرمزه، چون ارزش اون 300 تا کاهش داشته. ما به این فرم میگیم کندل و به این سایه ها میگیم شادو. تصمیم گیری توی مارکت به واسطه همین کندل هاست و ما اینها رو بررسی میکنیم.
اگر بخوام دنیایی از این کندل ها رو بهت نشون بدم میتونی اینجا رو ببینی. اگر نگاه بکنی ببین کندلی که در حال حرکت هستش و گفتم تا زمانی که مثل بقیه بسته نشه نباید مبنای تصمیم گیری تو باشه، چون میتونه به نوعهای مختلف، یعنی میتونه مثل اینجا تمام تایم قرمز باشه و یک دفعه از همین ناحیه تبدیل به یک کندل سبز بشه و به مسیر صعودی ادامه بده. پس تو نباید تا این کندل بسته نشده اونو مبنای تصمیم گیری خودت قرار بدی. الان کندل بسته شد و بعد دونه دونه کندل ها رو ما بررسی میکنیم. اگر اینجا رو ببینی یک کندل قرمز پرقدرت داشتی که نشون دهنده این بوده که بازار میتونه سیر نزولی خودش رو به سمت پایین ادامه بده، ولی با یک کندل سبزی که در دلش شکل گرفت با اینکه کوچیک‌تر از اون بود موجب شد که یک حرکت قوی داشته باشه که حتی ناحیه سقف قبلی خودش هم بزنه. پس خیلی برای ما این فاکتور مهمه که تو بازار صبر داشته باشیم تا کندل ها رو بررسی کنیم. الان اینجا رو شما دیدی کندل تا اینجا اومد ولی پرقدرت برگشته فعلا بالا. 15 ثانیه مونده تا این کندل بسته بشه و ببینید اینجا میشه این شادو میشه تلاش نافرجامش، میشه تلاش نافرجام این کندل و اینجا میشه بدنش. و دیدین همون جایی که بهتون گفتم کندل باید بسته بشه تا ما بتونیم تصمیم بگیریم همینه که اینجا ما وارد معامله فروش نشیم و بعد با یه همچین اتفاقی روبرو بشیم. بازار برای ما به واسطه همین کندل ها مسیر و تصمیم گیری رو مشخص میکنه و ببینیم به چه راحتی یک کندلی که راحت به سمت بالا حرکت کرد حالا میتونه به این مسیر ادامه بده یا میتونه از همینجا ریزشی بشه. پس ما کندل ها رو دونه دونه با هم بررسی میکنیم. کاری که شما به عنوان تمرین میتونی انجام بدی اینه که بری توی مارکت، توی سایت های مثل تریدینگ ویو یا فراز که بهتون آموزش دادم برید و دونه دونه کندل ها رو ببینید، رفتارهاشون رو ببینید، گذشته رو که بسته شده ببینید و در تایم فریم 1 دقیقه دونه دونه کندل هایی که شکل میگیره و داره حرکت میکنه، مسیرهایی که میره ببینید. اینجا اوپن شد تا اینجا الان ریزشش رو داشته پایین زده. حالا بذاریم با هم ببینیم فعلا تا اینجا رو اومد پایین تر رو دید، رویت کرد، برگشت بالا، از اوپنی که داشت بالاتر رفت، رنگ کندلی که قرمز بود الان سبز شد. حالا اگر بیاد پایین تر از نقطه ورودش رنگ این کندل قرمز میشه. ببین قرمز شد. برای همینجا رو نگاه کن تا چند دقیقه پیش اول اون کندل اینجا بود، برگشت رفت بالا سبز شد که تو ممکن بود احساسی وارد معامله خرید بشی، ولی پرقدرت برگشت و ببین حتی اون کف قبلی خودش هم چقدر با شتاب زد. پس این اساس رو توی مارکت یاد بگیر که بازار برای مسیرهایی که طی میکنه چجوری راه خودش رو باز میکنه و باید وایسی تا اون کندل بسته بشه. کندلی که تا این محدوده رو به سختی داشت اون دقایق ابتدایی بازی میکرد قرمز بود، یه دفعه سبز قوی شد و یه دفعه پرقدرت ریخت. حالا از اونجا تا اینجا رو که تحت به قول معروف مسیر خودش داشت اومد و چقدر پایین تر بست. این کندل ها رو شما باید رعایت بکنی و به عنوان تجربه لازمه اینه که شما مسیرتون رو به واسطه همین حرکت ها یاد بگیرین و حرفه‌ای بشین توی این مسیر. پس به عنوان تمرین اولین گامی که برمیداری میری در سایت هایی که چارت ها رو به شما نمایش میدن دونه دونه کندل ها رو تماشا میکنی، چه در گذشته چه در زمان حال. تایم 1 دقیقه بررسی میکنی، نگاه میکنی رفتارهاشون. ببین کندلی که پرقدرت ریخت الان پرقدرت تا همونجا برگشت. دوباره ببین چه رفتارهایی توی مارکت هست و نباید این اجازه بدی از همین ابتدای راه کندل ها با بالا پایین شدنشون احساسی تو رو درگیر کنن و به هم بریزن.
باید با دقت اینا رو بررسی بکنی. باید یاد بگیری که با یک کندل قرمز پرقدرت احساسی عمل نکنی و وارد معامله فروش نشی، با یک کندل سبز پرقدرت احساسی عمل نکنی و وارد معامله بای نشی، که اینا رو پله پله کنار من یاد میگیری. پس این تمرین اوله تو هستش. مرسی از همراهیت و تو آموزش‌های بعدی ریز نکات دیگرم به تو آموزش میدم.